با برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی خوش آمدید. سلام بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه 2 نوامبر است و همراه می‌بینیم که در تاجیکستان و جهان چی می‌گذرد. امروز در برنامه صدها مهاجر از روسیه اخراج شده و 10 نفر دیگر جریمه شدند. تفتیش و بازداشت مهاجران در منطقه‌های پریموریه و ولایت مسکو ادامه دارد. تحقیق قضیه مرگ پرسر و صدای آوازخوان نیکروز نیازوف انجام یافت. نتیجه چی است؟ و مراسم ازدواج یک مرد قرغیز با 2 زن در شبکه‌های اجتماعی بحث داغی را به پا کرد. فعالان خواستند او مجازات شود. من به مقامات نظارتی مراجعه میکنم. باید واکنش باشد یا اینکه به طور روشاد اعلام نمایند که ما جمهوری اسلامی هستیم. خاموش باشید. مهاجران تاجیک که به تشکیل گروه تروریستی و قصد حمله به بینای FSB گمان برند در مرافعه دادگاهی عیبنامه را بی اساس و ساخته خواندند. روز پیش یکی از 6 مهاجران گمانبر تاجیک را دادگاه حربی روسیه به 12 سال زندان محکوم کرد. قرار بود 1 نوامبر محاکمه مهاجران دیگر نهایی شود. اما با نوشته خبرگزاری تاس مهاجران از نشاندادهای قبلی خود دست کشیده گفتند گناه ندارند. دادگاه امر کرد که شاهدان از نو پرسیده و پرونده تحقیق شود. اما در این شب و روزی که بازداشت و تفتیش از سوی پلیس روسیه همانا ادامه دارد، مهاجران دیگری تاجیک چه حال دارند؟ گزارش میرزانبی خالقزاد در این باره است. در چند روز اخیر باز صدها مهاجر در رید و تفتیش‌های پلیس روسیه از این کشور رانده و 10 نفر دیگر به جوابگری کشیده شدند و یا دعوتنامه حربی گرفتند. در منطقه پریموری روسیه در نتیجه عملیات نلیگال 2023 150 نفر را برای نقض قاعده‌های مهاجرت اخراج کردند. مقامات پریموری خبر دادند که 500 مورد قانون شکنی از سوی مهاجران آشکار شده است. در ولایت مسکو هم نیروهای امنیتی در یک رید نوبتی ضد مهاجران سند 20 زاده یک کشور آسیای مرکزی را تفتیش کردند. از کشور نام برده نشده است، اما بنا به خبر پلیس ولایت در یک دیه 18 مهاجر بازداشت شده است که بود و باششان در روسیه غیر قانونی بوده است. 3 نفر آنها را از کشور خارج کردند و ضد 4 کس دیگر برای نقض قاعده‌های ورود به روسیه سند ترتیب دادند. همین طور در یک انبار عمده فروشی در شهر ریوتاوی ولایت مسکو پلیس و نیروهای ویژه 50 مهاجر را بازداشت کرده 25 نفر آنها را که نو صاحب شناسنامه روسیه شدند برای سری وقت از قید حربی نگذاشتند جریمه کردند. با آنها دعوتنامه حربی داده شده است. به اطلاع پلیس شهر در این عملیات 34 مهاجر جزای مأموری دیدند. مقامات روسیه میگویند هدف از این ریدها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسیه است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق برینند که هدف اصلی سفربری مجبوری مهاجران به ارتش و جنگ اوکراین است. در حالی که تفتیش مهاجران به ایست ادامه دارد، پیشنهادها از سوی وکیلان و منصبداران روس برای سخت‌تر کردن کار و زندگی مهاجران و خانواده‌های آنها در روسیه هرچی بیشتر صدا می‌دهند. یک پیشنهاد نو این است که برای کودکان مهاجر بیمه طبی و امتحان زبان روسی جاری شود. وکالتدار حقوق کودک روسیه ماریا لوووا بلووا پیشنهاد دارد که مهاجران باید برای فرزندانشان بیمه طبی خرند و از کودکان پیش از قبول به مکتب امتحان زبان روسی گرفته شود. امبودسمن کودک در این باره در صفحه تلگرام خود نوشته است. به گفته وی تقریباً 20% کودکان مهاجران وقتی به مکتب قبول می شوند اصلا روسی را نمی دانند یا در سطح خیلی پست می دانند و این مطابق شوی آنها را به محیط نو دشوار می کند. مهم است که کودکان مهاجر با ارزش‌ها و عرف و عادت روسیه شناس شوند. این میتواند فاصله و جدایی‌ها را بین آنها و کودکان روس که در اکثر حالت باعث تحقیر شدن آنها می‌گردد برطرف کند و این کار باید هنوز تا زمان کوشیدن به روسیه کرده شود. در کشورهای آنها باید کارهای فهماندهی به راه ماند. وکالتدار حقوق کودک روسیه تاکید کرده است که روسیه کشور مهمان پذیر است، اما مهمانی هم قاعده‌های خود را دارد که باید رعایت شود. این اشاره به آن است که مهاجران حتی با گرفتن شهروندی نیز مهمان بودن خود را فراموش نکنند. و همین چند لحظه پیش یک خبر دیگر از روسیه به دست ما رسید. دادگاه مسکو احمد جان زاهیدوف تاجر زاده تاجیکستان را با اتهام خیانت به دولت و قاچاق سلاح برای 13 سال زندانی کرده است.
با نوشته رسانه‌های روسیه زاهیدوف 36 ساله در یک شرکت ساختمانی معاون رئیس بوده است. معلوم نیست که این تاجر تاجیک با کدام کردارش به دولت روسیه خیانت و در کدام شکل قصد تجارتی سلاح نموده است. نظر زاهیدوف و نزدیکانش به حکم دادگاه دسترس نیست. الکساندر ریبک دادرسی پرونده به رسانه‌ها گفته است که زاهیدوف در 2 مورد به قاچاق و در 6 حالت به قصد قاچاق اقرار شده است. سازمان‌های بین المللی حکم‌های دادگاه‌های روسیه را شفاف نمی‌دانند. زاهیدوف را ماه سپتامبر سال 2022 بازداشت کردند و پرونده‌اش مخفی بررسی شده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه به قضیه مرگ آوازخوان معروف و جوانی تاجیک نیکروز نیازوف نقطه گذاشت. صدمه‌ای که باعث مرگ آوازخوان شد با شرکت پسری رکتور دانشگاه اسلاویانی رخ داده بود. دادگاه حکم راننده را اعلام کرد، اما به حضور نزدیکان آوازخوان نیکروز نیازوف آنها به مرافعه نرفتند. مولا رجب یوسفی و برات یوسفی جزئیاتی بیشتر دارند. کامیاب فیض‌الله راننده ماشینی که سببگار مرگ آوازخوان نیکروز نیازوف گردید به 3 سال زندان محکوم شد. روز 2 نوامبر در دادگاه ناحیه شاه منصور به رادیوی آزادی گفتند حکم 3 روز پیش صادر شده و بر پایه ماده 212 کدکس جنایی یا ویران کردن قاعده حرکت در راه که از بی احتیاطی باعث مرگ انسان می شود گناهکار دانسته شد. وکیل کامیاب فیض‌الله برای شرح حکم دستنارس بود، اما پدرش مشرف فیض‌الله رکتور دانشگاه اسلاویانی روز 2 نوامبر در صحبت حضوری به خبرنگاری آزادی گفت ماشینی که صدمه کرد از او بود نه از پسرش و شب حادثه پسرش ماشین را گرفته کجای رفتنی بود. نزدیکان آوازخوان نیکروز نیازوف گفتند آنها به جلسه دادگاه نرفتند چون فرزندشان را دیگر برگرداندن نمیتوانند. صدمه‌ای که باعث مرگ آوازخوان نیکروز نیازوف گردید شام 21 سپتامبر در نزد طرفخانه بام جهان شهر دوشنبه رخ داد و واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. کاربران با نظرداشت آنکه عامل صدمه و مرگ آوازخوان پسر منصبدار تاجیک بود گفتند این هم یکی دیگر از بی‌اعتنایی و از خودرفتگی رانندگان جوان به قاعده‌های راه و احترام دیگران است. اما رکتور دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان در این رابطه گفت از اول تقاضا کردند که همه چیز در دایره قانون بررسی شود. این خیل فلاکت میتواند به سر هر کس بیاید. هیچ کس از این چیزها در امان نیست، گفت مشرف فیض‌الله. مشرف فیض‌الله همچنین به نزدیکان آوازخوان نیکروز نیازوف همدردی کرد ولی نگفت که از بالای قرار دادگاه شکایت میبرد یا نه. بار اول نیست که نام فرزندان منصبداران در رابطه با صدمه‌های مرگاور رسانه‌ای می شود، اما مرگ آوازخوان با استعداد و امیدبخش اعتراض ده‌ها نفر را به بار آورده بود. و بیننده عزیز، رادیوی آزادی سلسله نوی را تحت عنوان درس‌های سواد رسانه‌ای آماده کرده است که سر از 11 نوامبر در هر 2 هفته در همه پایگاه‌های ما پخش می شود. در آنها به گونه خیلی ساده و فهمو درباره فرق کردن خبرهای دروغ از راست، آسیب خبرهای دروغ به ذهن انسان‌ها، راه‌های دلیل سنجی، پیشگیری از دروغ پراکنی و به صورت عموم کاربری با معرفت شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری بودن تعلیم داده می شود. معنای کلمه فیک اگر خیلی آسان کرده گویم دروغ گفتن و فریب دادن است. در شبکه جهانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از همه بیشتر درباره فیک نیوز و خبرهای فیکی سخن می‌رود، یعنی خبرهایی که بافته و ساخته و یا جعلی میباشند. من از گرگی که میپوشد لباسی میش میترسم. مقصد فیک ها یا کسانی که فیک ها را میسازند فایده گرفتن، جلب کردن توجه کاربران به سامانه یا پلتفرم خود و مقصد پر کردن کیسه خود یا لذت بردن از کاری است که انجام میدهند. چرا ما به فیک ها باور میکنیم؟ بیهوده نمیگویند، حقیقت دلگیر کننده است، اما دروغ هیجان انگیز است. خبرهای اصل از دروغ را چگونه می شود معین کرد؟ یادآور می‌شویم سلسله نوی ما با نام درس‌های سواد رسانه‌ای سر از 11 نوامبر در هر 2 هفته در همه پایگاه‌های ما اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و همین کانال آزادی ویدیو پخش خواهد شد. چشم بر راهی آن باشید. باور داریم بهره زیاد خواهید گرفت و از دیدنش پشیمان نخواهید شد.
میرویم با ادامه برنامه. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف لایحه قانون را امضا کرد که بر اساس آن دیگر هر کس بسیارزنی را ترغیب و از آن پشتیبانی میکند جریمه یا 15 روزی حبس می شود. در ضمن موضوع دوزنگی بعدی نشر یک نواری ازدواج مرد با دو زن در شبکه‌های اجتماعی در قرقیزستان هم داغ شد. با وجود آنکه بسیارزنی در این کشور آسیای مرکزی جنایت است، میان مردان در قرقیزستان این یک پدیده معمولی شده است. گزارش نسته شیوریم را در این باره شهلای گلخوجه پیشنهاد میکند. 3 برده لازم است. شما 3 نفر هستید. این نواری که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی قرقیزستان به چرخش درآمد از تو یا خود سالگرد ثبت شده است. در آن مرد 60 سالگی خودش و همین طور 60 سالگی زن یکم و دومش را جشن میگیرد. او با نوبت به همسرانش شیرینی میخوراند. در این هنگام برنده توی به مهمانان مراجعت میکند. حالا مهمانان عزیز، با آرزوی آنکه همینگونه خوشبختی به ما نیز نصیب کند و 2 همسر داشته باشیم، تارت جشنی را میچشیم. این یک شوخی بود. طبری معلوم شد نخست این نوار را خود برنده جشنواره قوبانیچ барқалбасов که آوازخوانی هم میکند در صفحه‌اش در تیک تاک نشر کرده است. بعد اون که نوار در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های شدید کاربران را در مورد قابل قبول بودن و یا نبودن دوزنگی در قرقیزستان به بار آورد، قوبانیچ آن را از صفحه‌اش پاک کرد. مگر این طور ممکن بود؟ دهشت، وحشیگری، این نفر باید طبق قانون مجازات شود. در تاریخ قرقیزستان این اولین مردی است که با 2 زنش توی داده است. اکنون دیگرانی سر میکنند. اگر از عهده هر دویش برایت پس چرونه ضررش به کی میرسد؟ برای ویران کردن قانون باید همه از جمله برنده جزا داده شوند. قوبانیچ барқалбасов اصرار می‌ورزد که در این جشنواره او تنها کار خود را انجام میداد و به هیچ وجه بسیارزنی را تبلیغ نکرده است. او میگوید نمیدانست که قانون قرقیزستان بسیارزنی را منع کرده است. بعضی از کاربران نوشتند که من بسیارزنی را ترغیب میکنم. این حقیقت ندارد. من خودم مقابل بسیارزنی هستم و کسی را به گرفتن زن دوم سوم تشویق نکردم. فقط شوخی کردم تا مهمانان چاره‌بینی را شاد کنم. در مورد آن مرد که 2 زن دارد چیزی گفتن نمیتوانم، اما باید این را به اینابت گرفت که آنها سالهای زیاد بیش از 20 سال یک جای زندگی میکنند و به من گفت که با سبب بیماری زن اولش راضی شده است که او زن دوم گیرد. به گفته او زن اول نه تنها اجازه داده است بلکه خودش به او زن نو آورده به شوهرش دعا داده و آنها را خانه‌دار نموده است. بوبوسара ризқулова раиси маркази буҳронии занони сезим мегӯяд ба ӯ бештар вақт занони дуюм ва ҳатто сеюм муроҷиат карда барои гирифтани алимент аз шавҳаронашон кӯмак мепурсанд. аммо ин кор тақрибан ғайриимкон аст, зеро чунин издивоҷҳо расман сабти ном нашуданд. бо назардошти ин ҳомии ҳуқуқ аз доститонӣ даъват мекунад ки фавран алайҳи бисёрзанӣ чора андешад. من به مقامات نظارتی مراجعت میکنم. باید واکنش باشد یا اینکه به طور روشاد اعلان نمایند که ما جمهوری اسلامی هستیم، خاموش باشید. حالت مذکور رعایت نکردن قانون است. پس قانون ها چی لازمند؟ бар асоси кодекси ҷиноии қирғизистон барои дузанагӣ ё бисёрҳамсарӣ ҳамчун ҷазо корҳои ислоҳӣ ё ҷарима пешбинӣ шудааст ва муҳим нест ки издивоҷи дуюм расман сабт шудааст ё не. оиладорӣ бо 2 ва ё зиёда зан ҷиноят ҳисобида мешавад. сарфи назар аз чунин муҷозот аксари мардон дар қирғизистон аз чанд ҳамсарӣ намеҳаросанд. таи солҳои гузашта бархе аз сиёсатмадорон, вакилон, диншиносон ва ҳатто раиси ҷумҳури пешин ҳам ошкоро эътироф карданд ки чанд зан доранд ва барои ин ҳеҷ ҷазо надидаанд. بینندگان عزیز، فرصتی برنامه در همین جا به پایان می رسد. می‌داریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته می توانید در سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما نیز شاهدی حادثه شدید، لطفاً با ما تماس بگیرید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.